در یمن مردی بود که دنیا او را نمی شناخت، اما آسمانها به خاطرش روشن می شد. مردی که هرچه داشت فدای یک حقیقت کرد: رضایت مادر. سالها آرزوی دیدار پیامبر را داشت، اما مادر پیر بود و بیماری توانش را برده بود. وقتی اجازه رفتن گرفت، با دلی لرزان راهی مدینه شد، اما وقتی رسید پیامبر در خانه نبود. لحظه‌ای میان شوق دیدار رسول خدا و فرمان مادر مانده بود. اما او برگشت بی آنکه پیامبر را ببیند. وقتی رسول خدا آمدند و ماجرا را شنیدند، فرمودند: از یمن مردی آمد، بوی بهشت از سمت او می آید. سالها بعد عمر و علی او را پیدا کردند. لباسش ساده، دلش بزرگ و دعایش چنان پاک که پیامبر فرموده بود هر که او را دید از او بخواهد برایش دعا کند. او نه پیامبر را دید، نه دنبال نام و شهرت بود. تمام منزلتش را از یک خدمت گرفت: احترام به مادری که دنیا او را فراموش کرده بود. و اینگونه فهماند که گاهی یک اطاعت پنهانی برتر از 1000 عبادت آشکار است.